با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری من که از شما راضی نیستم شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپهایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گوید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گوید. با احترام مخلص دوستدار شما از اوچسکه تاسقلعی کلخازی لیلین. این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد این قدر جنگ و جنجال باشد پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گای مرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما با شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. الحمدلله کما ینبغی لجلال وجهه و عظیم سلطانه و الصلاة و السلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. پیش از آنی که یک جای ما با شما دعا کنیم میخواستم یک حدیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به گوش شما رسانم و بعدا ان شاء الله دعا میکنیم. إن الله تعالى إذا أحب فلانا أو إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض. حبیب خدا میگوید پروردگار میفرماید که هر وقتایی که بنده را که من دوست دارم، شما تصور کنین وقتی که خدا بنده را دوست می‌دارد، هر وقتایی که بنده را که من دوست می‌دارم یکی از ملائکه های مقرب درگاه خود که جبرائیل است او را فریاد میزنم و برای او خبر میدهم اینی احب فلانا، ای جبرائیل آگاه باش که من فلانی را دوست می‌دارم. پس تو هم وظیفت همین است که باید که این بنده را که من دوست می‌دارم تو نیز باید دوست داری.
پس جبرائیل این انسان دوست می‌دارد. بعد از این جبرائیل در اهل آسمان که این روایت مسلم است، به اهل آسمان که این ملائکه ها هست فریاد میزند: ای ملائکه هایی که عدد شما نامعلوم است، یقین دانین که پروردگار فلانی را دوست می‌دارد. وظیفه همه شما همین است که شما نیز این بنده را دوست دارید. پس اهل آسمان هم این بنده را دوست می‌دارد. بعد دوست داشتن پروردگار جبرائیل دوست می‌دارد، تمام ملائک دوست می‌دارد. ثم یوزع له القبول فی الارض. حبیب خدا گفتن پروردگار بعد اینکه اهل آسمان این بنده را دوست داشتند، باز محبت این بنده را در دل آدم‌های نیک و آدم‌های پاک دامن خداوند در روی زمینم نصیب می‌کند که حتی روی زمینم این بنده را دوست می‌دارند. خدا گر لطف سازد مهربانی، کند میشی تو را گرگان چپانی. حضرت مولوی میگوید اگر خدا با شرطی که تو را دوست دارد، یقین دان که این گویم که گرگ که دشمن گاو است، دشمن گوسفند است، زمان خدا اگر تو را دوست دارد، انا همین گرگ مال و گاو و گوسفند تو را پاسبانی میکند. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. لیکن با شرطی که خدا اگر تو را بد دید، یقین دان که همه آن چیزی که خدا آفریده است همه اونها تو را بد میبینند. اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال ماضی. لیکن با شرط خدا اگر کسی را که دوست داشت، هم زمان حاضرش هم زمان آیندهش همش حضرت گفتن نیک هستند. گذر از دشمنان گردامنی دوست، بگیری مغز را فارغ شو از پوست. دعا میکنیم که خدای مهربان محبت ذات خودش را در دل همه ما بندگانش جایگیر بگرداند و خدای مهربانم آن عملهای ما را نصیب گرداند که به سبب انجام دادن این عملها ما نیز محبوب نزد پروردگار شویم. و خدای مهربان که بنده نواز است و خدای هست که همه گناه ها و سهو ما و شما را اگر خواهد می بخشد، خدایا آن سهو و آن لغزش هایی که از ما سر می زند با فضل خودت خدایا همه اشان را مغفرت بگردان. و خدای مهربان عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدایا از همه تهمت ها، از همه آفت ها، از همه درد ها، خدایا این جمعیت ما را در حفظ امانت نگه داری. اینجا یک جمعیت مهمان ها از فیض‌آباد آمدن، از غرم آمدن، از ما و شما خواستن که در حقشان دعا کنیم. و یک برادری بود است که چند سال بی فرزند بود، از فرزند طلب کردن. خدای مهربان پای قدوم اینها را با فیض و با برکات بگرداند و خدا در هر قدمشان حسنات و گناهاشون خداوند مغفرت و صحت و سلامت خدا به خاندانشان برساند. همراه خود این برادر ما باز سفر بکم یک مبلغ برای آبادی این مسجدم آورده است. خداوند این خیر و احسانشون قبول و خاتمه کارشون خدا به خیر کند. آمین و رب العالمین. برادرای خیلی عزیز و گرامی، این جمعه که الحال ما و شما حضور داریم، وعده داده بودیم که در اطراف سوال و جواب شما صحبت میکنم و یکی از موضوعهای خیلی مهم که این سلام دادن و قهر کردن است. من برای شما وعده داده بودم، لیکن از بس که این موضوع پره تیار نبود و پره حل خودش که نیافته بود، من آن سوالهایی که الحال خیلی مهم در نزد من ایستادن اینها را جواب میگردانم و این باب سلام و باب قهری مخصوص یک جمعه که جمعه آینده مخصوص در اطراف این شاید 1 ساعت مکمل صحبت شود، زیرا خیلی موضوع کلان،
خیلی آیت ها و احادیث های زیاد در داخل سلام کردنی که امروز ما و شما میکنیم چگونه باشد، اینا ما خواستم یک موضوع خاصه در یک جمعه ما قرار دهیم. الحال دیگر وقتی زیاد نمیگیرم، سوال هایی که وجود دارد در حال همین ها را جواب گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای استاد محترم حاجی میرزای شیرین سخن، اهل عائله ما مخلص دیرینه شما می باشیم. از شما خواهش آن را داریم که در حق عائله ما یک دعای میکردید، باعث سرفرازی ما میشد. با احترام، عبدالحلیم از خوجند. خدای مهربان اهل عائله این برادرمان عبدالحلیم را از همه دردها و از همه آفتها نگه دارد و هر مرادهای نیکی که در دل دارن خدای مهربان مرادهاشون حاصل و بابای عبدالحلیم خداوند عاقبت به خیر و ایمان به سلامت و بازم اخلاصشون خداوند به اسلام و به قرآن و به این دین مبین اسلام خداوند بیشتر بگرداند. آمین و رب العالمین. این بار چهارم است که نوشته روان میکنم ولی جوابش را نمیشنوم. برادر گفتن 4 بار شد من سوال میدهم لیکن جواب نمیگیرم. میخوانیم سوال این برادر. السلام علیکم داملای عزیز. بعد سلام ما یک چند سوال را پیشکشتان کردنیم. هنگام گورستان رفتن در سر گوری هر یک والدین ها، یکی پدر و مادر و فرزند و اپا و خواهر و غیره، علاهیده فاتحه میگیری یا اینکه همه را یکی؟ مقصد در یک گورستان پدرت خواب است، مادرت خواب است، اهل عیالت خواب است. گوییم که از یک اولاد تو شاید تا 3 4 5 نفر باشد. آیا به هر کدام همین دعای علاهیده کنیم یا که یک دعا بس است؟ یک دعا برای همه اونها کفایت میکند. ما شما همین یک دعایی که یا طلب مغفرتی که برای این اهل عیال خود و اهل اولاد خود میکنیم برای همه او انشاءالله کفایت کننده است. شرط نیست سر هر گوری اونها ده ما و شما نشسته جدا جدا دعا و مغفرت کنیم. دوم، پیشتر هنگام گذشتن برادر کلانی زن او را با برادری بیزن یا زندار بعد نکاح کرده با زنی میدادند. آیا این عمل و رفتار درست است یا نه؟ چی میشود که این را شرح و ایضاح میدادید؟ اگر برادر میگذرد زن او در خانه گویم وقتی به شوهر میماند، آیا همون را گویم برادر دیگرش یا دادر او گرفته میتواند نمیتواند؟ بعضی ها میگویند که اکم میتواند و دادر نمیتواند. این گفته مردم است، لیکن همه او میتواند. وقتی که مثال همون برادری که از ما و شما از خانه گذشت، وقتی که زنی که گویم تا دوره های برادرمان ینگه من بود، لیکن وقتی برادرمان که گذشت او دیگر ینگه ما و شما نیست. خب دیگر او در این زمان رخصت است که اینم شریعت به خاطر همون فرزندایی که از او باقی مانده است که سرسان و سرگردان نشوند، گویم باعث تشویش و باعث گویم که باز در یک حالتهای وزنین دوچار شدن همین زن نشود، همین رخصت دادن که برادری چی کلانیش باشد چی خوردیش باشد نکاح کرده گیرد درست است. یگان جای زلال زیان ندارد. این در نظر شاید بعضی آدمان ناخوب تابد، لیکن این مسئله شریعتی است برادر عزیز. البته شریعت خدا و حبیب او از ما و شما بهتر و خوبتر میدانند. برای همین این مسئله در هیچ کدام ما و شما شک و شبهه نداشته باشیم. هر یک گوییم که برادری که زنش میگذرد، کدام برادری که خواهد او را به خاطر فرزنداش میتواند، به خاطر فرزنداش هم که اگر خواهد گیرد حق دارد. درست است در شریعت. برادری دارم که بیش از 20 سال باز کسلی روحی می باشد و چند بار در کسلخانه روحی خوابید. ملا و طبیب های گوناگون دعا خواندند ولی تا حال شفا نیافته است. باز بیش در بیش فقط پاپیراس می کشد. بارها زاری و تولا کردیم که پاپیراس را نکشید، باز می کشد. خب 2 بار در نماز جمعه آوردمش، یک قدر خوب شد ولی دیگر نه آمد. چی باید کرد که شفا یابد؟ با احترام مخلص شما از توگرک. یعنی البته اون کسلی های روحی که وجود دارند
اونها در این نماز جماعت اشتراک کردن نمیتونن، به خاطری که اونها که جن دارن، یکی از ضربه های سخت‌ترین به سر جن ها این نماز با جماعت است. اگر کدام ما و شما پایبندی نمازی با جماعت باشیم، هیچ وقت ما و شما کسل روحی نمیشویم. یکی از ضربه های وزبینه که به سر جن ها می آید این چی است؟ انا همین نماز با جماعت، حضور در نماز با جماعت است. و این خاطر این یک بار یا دو بار آمد دیگر جن ها ایرا نمی مانند که این در نماز جمعه اشتراک کند. فقط اینا می توانند این برادرهایی که اینجا حاضر مولانا مشهور آدم است در خواندن گویم علیه جن ها، اینجا با یک قسم برادرهای دیگر هم وجود دارند که علیه جن ها میخوانند. شما مراجعت کنین، ان شاء الله من برای شما اینها را توصیه میدهم. خدا خواسته باشد شفا را البته به این فرزندی تو باشد، برادری تو باشد، خدا نصیب میکند. السلام علیکم داملای شیرین زبان، خدا زبان شما را باز هم شیرین تر و برا گرداند. ما یک سوال مصلحت آمیز دارم، التماس همین روز جواب گویید. برای آن که من از راه دور آمدم دیگر آمدن نمی توانم. ایرا یک مادر جمعه گذشته نویسانده بود است، ما که دیگر گوییم که وقت ها ممکن نشد جوابش نگردانیدیم. خیلی شاید که این مادر الحال نباشد، لیکن جوابش میگردانیم شاید که به گوشی ویم رسد. از راه دور آمدم دیگر آمدن نمی توانم. من مادر 6 فرزند با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری من که از شما راضی نیستم شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپ‌هایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گویید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گویید. با احترام مخلصی دوستدار شما از اوچسکه تاسقله‌ای کلخازی لیلین. این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد این قدر جنگ و جنجال باشد پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، اینجا در سوال ها در این باب خیلی زیاد، من 3-4 سوال فقط مخصوص شکایت مردها از زنها هست که اطراف این برای ما چی مصلحت میدهی. حبیب خدا در حدیثای مبارک میفرماید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. ببین خیلی با دقت باشین، می توانین این سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه دارین رفته رسانین. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم می کند، پیش از شوهر از این دنیا می گذرد. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض. حبیب خدا می گوید لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی هست. به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است. به خاطر چی غمگین است؟ به خاطری که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار یک حکم قرار میداد. با این خاطر این مرد که دوستش می داشت برای رفتن این زن، برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت، هر دری. ببین شما در خانه ها دارین، 4 خانه ها دارین، 5 خانه ها دارین. هر خانه تو اینش از اینش دیگرگون است، اینش از اینش زیباتر است. جنت هم همچنان است. هر دری او به خودش باز کوشک‌های جدا دارد، هر کدام او به خودش خوراک‌های الهیده دارد.
هر کدام او با به خودش راحت‌های گوناگون دارد. حبیب خدا میگوید همه این درها منتظر همون زنی هست که شوهر از او اگر راضی باشد. لیکن اگر شوهر راضی نباشد چی؟ حبیب خدا گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا. حبیب خدا گفتن وقتی که زن در دنیا مرد آزار میدهد، گویم با بالای مرد فرمان میدهد، سخنهای گویم بلند میگوید، به اجازت شوهر هر کاری را که خواهد انجام میدهد، بالای شوهر گویم قواق دارد، خوب قبول نمیکند شوهر. حبیب خدا گفتن که به جانب این زنهای دنیایی آن حورهایی که منتظر و این زنهایی که به شوهرها فرمانبرداری نمی کنند، آزار می دهند، حورهای جنتی به جانب این زنهای دنیا از جنت صدا می دهند، می گویند. وقتی می بینند مرد خیلی گویم در حالت ناخوب قرار دارد، خیلی گویم خسته شده است از حساب این زن بدفعل، حورهای جنتی چی می گفتند؟ لا تؤذی قاتلک الله. ای زن دنیایی، این شوهر آزار نته، خدا تو را هلاک کند. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند. فانما هو عندك دخیل، یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این شوهرهای شما نزد ما می آیند، زود است. این گویم یک ندای، یک فریاد از جانب حورهای جنتی نسبت همون زنهای می شود که در دنیا شوهرها را آزار می دهند. شوهرها از اونا ناراضی هستند، میگوید من از همین زن خود راضی نیستم. وقتی که راضی نباشد والله که تو را عبادت ها دیگر فایدت نمی کند. اگر شبان روزن عبادت داشته باشی، در برابر این اگر شوهر از تو راضی نباشد، حدیث ها و آیت های بیشمار دلیل های وجود دارد که عبادت ها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. حبیب خدا میگوید آدم سجده کردن جایز نیست. ببین ما و شما سبحان ربی الاعلا گفته پیشانی ها ما خدا را سجده میکنیم، انا همین گونه سجده برای آدم جایز نیست. اگر پیش یک آدم کارمان افتاد، یا که گویم که در پیش یک آدم ما و شما یگان مسئله در متهم مانیم، در پیش پای او غلطیدگی آدم تعظیم کرد، این در نزد شریعت حرام است، این جایز نیست. لیکن حبیب خدا میگوید اگر آدم سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردم اینکه زنها شوهرهاشون سجده کنند، زنها شوهرها را سجده کنند تعظیما لحقه، از حساب بزرگی که خدا این حق بالای شوهرها داده است. افسوس که اگر این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت زبیر نمیشوند، این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت ایوب نمیشوند که حضرت ایوب بعض روایات تا 14 و تا 16 سال بالای تخت سنگ خواب بود، رحمه عائلش خدمتش میکرد. ببین تا 14 تا 15 ساله حضرت ایوب بالای یک تخت سنگ
وجود حضرت همه درمند رحمه او را خدمت میکرد. امروز من باوری دارم که از حساب بعض زنهایی که گویم که معرفت و خدا ترسی ندارند، شاید یک ماه طاقت نگاه و بین شوهرها نداشته باشند. یک ماه. حالا که باید این گویم که این زنهای جامعه ما و شما پیرو اینها شود تا که آخرت چون آباد شود. حضرت زبیر زنی داشت، اما شما شاید این قصه را شنیده باشین، به نام ام سلیم بود. ام سلیم مادر انس، بسیار زن دیندار بود، بسیار. وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم را ابو طلحه شنید، ابو طلحه وقتی که شنید بسیار خرسند شد که شوهر ام سلیم از دنیا گذشت. به خاطر چی خرسند شد؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زن آلفته و بسیار زن زیبا و بسیار زن دیندار بود. و ابو طلحه که یکی از مردهای خیلی با دولت بود، در حال گفت من الحال خواستگاری می روم و یقین می دانم که من دولت زیاد دارم، ام سلیم این پیشنهاد مرا رد نمی کند. لیکن وقتی که به خاندان ام سلیم در آمد و ام سلیم از او پرسید باعث چی خانه من مهمان شدی؟ گفت میخواهم تو را در نکاح خود درآورم. گفت تو نمیدانی که نکاح مسلمان با کافر درست نمی شود؟ اون زمان ابو طلحه ایمان نآورده بود. ابو طلحه میگوید فکر کردم که شاید که پول میخواهد، مال میخواهد. گفتم من از زرد و سفید بسیار دارم، یعنی مقصد از زرد و سفید طلا و نقره زیاد دارم. ام سلیم گفت که من برای طلای تو و برای نقره تو هیچ حاجتی ندارم، لیکن فقط پیشنهاد دارم که در بدل مهری که برای من نصیب میگردانی اسلام بیار، همینش برای من کفایت میکند، برای من مهر ندی. وقتی که ابو طلحه دید که هیچ علاج ندارد، اسلام آورد. گو با دست کی اسلام یارم؟ گو با دست خود من. بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو طلحه وقتی میگوید این کلمه را عرضه کردم و با این ام سلیم گویم که خانداری میکردیم، یک جای حیات به سر میبردیم، از او فرزند تولد شد به نام ابو عمیر. ببین بسیار دوست رویک بود. بگوید حتی حبیب خدا با این طفل در کتاب میگوید که حتی بازی هم میکرد. بار همین طفل، من قصه را کوتاه میگویم، همین طفل وقتی از دنیا گذشت، ابو طلحه که آدم روزدار بود، ام سلیم تا بگاه آمدن شوهر همین کودک چیکار کرد؟ میگوید شست و کفن کرد، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی که ابو طلحه آمد از فرزند پرسید، گفت کمی بیتاب است. گفت کمی بیتاب است، لیکن الحال خیلی حالتش خوب شدگیست. گفت در سرخانه پرتاب. میگوید ابو طلحه را از آب و آن چیزی که در خانه داشت همشه آماده کرد، برای او تیار کرد. وقتی خوراک خوردن شب، میگوید همین ام سلیم با همین ابو طلحه باز خانه‌داری کرد. از قسم سحر گفت ای ابو طلحه، گفت اگر یک شخص در نزد ما تو یک چیز را عاریت آمده گذارد، آیا همون چیزی همون پس گرداندن به ما و شما ضرور است؟ پس گفت بله البته، آن چیزی که از دیگر نفر است از حق ما و شما نیست. گفت یقین دان که همون ابو عمیر امشب جان به حق تسلیم کرده بود. حضرت ابو طلحه در حیرت ماندند، آخر چرا مرا خبر نکردی؟ اینقدر ناز و ضیافتی که بهر من کردی، با همراهی من باز خانه‌داری کردی. ام سلیم در جواب گفتند تو روزدار بودی، اگر من این خبر مصیبت به تو میرسانیدم، هر آینه تو از این آب و نان نمیخوردی، شاید که در وجود تو یگان خستگی و درماندی پیدا میشد. وقتی که میگوید ابو طلحه این گویم قصه را نزد حبیب خدا گفت، حبیب خدا دست برداشت و گفت خدا در این شبی که شما خانه‌داری کردین خدا فیض نصیب کند. گفته دعا کردن. صحابه هایی که بعد حبیب خدا ابو طلحه را دیدن، میگوید از این زن 10 فرزند تولد شد که همگی حافظ قرآن بودند. به خاطر چی؟ به خاطر که این زنها خدمت در شوهر میکردند. و الا اگر از خدمت امروز
گویم زنهایی که دور هستند شوهرها از اونا ناراضی هستند، یقین دانند که باور کنین عاقبت خوب ندارند. اونا حتی اگر گویم کدام انسانی که اونا را جنازه شخواند، جنازه میخواندگی اونها را جنت نمیبرد. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. امروز زنای هست سالی در ما شکایت آمده است در اینجا که در باب حتی گویم یک برادر از ما سوال کرده است که اگر در نکاح ریش نداشته باشی آیا نکاح درست می شود یا نمی شود.